خوب است هر 20,000 کیلومتر نسبت به سرویس شمع‌های خودرو اقدام کنیم. وسایل مورد نیاز برای این کار: دستگاه مولتیمتر، آچار فیلر و آچار شمع و فرچه سیمی یا سنگ رومیزی که فرچه سیمی روی اون نصب شده باشه. بعد از رعایت جوانب احتیاط به آرامی نسبت به تمیزکاری شمع‌ها اقدام میکنیم و بعد از اینکه شمع‌ها رو تمیز کردیم از نظر چشمی شمع رو بررسی میکنیم که الکترود و چینی و پلاتین شمع سالم باشه و از نظر کمپرس و از نظر برق‌دوزی شمع رو بررسی میکنیم. قبلا داخل پیجم تست سلامت شمع رو توسط مولتیمتر براتون گذاشتم، برید حتما ببینید. در این قسمت توسط مولتیمتر کیفیت شمع خودمون رو بررسی میکنیم و پس از بررسی کیفیت شمع با استفاده از آچار فیلر نسبت به فیلر شمع ها اقدام میکنیم. مقدار فیلر شمع برای شمع های پای کوتاه به صورت کلی عدد 8 و پای بلند عدد 9 می باشد که البته فیلر شمع ها و نوع شمع ها با توجه به دفترچه تعمیراتی هر خودرو متفاوت هست که باید اونو بررسی کنید. شما میتونید وارد پیج ECUR بشید و از آموزش های دیگه بهره ببرید و اگر هم همکار فنی کار هستید از کانال های ما در تلگرام استفاده کنید و از آموزش های ما بهره مند بشید. راستی شما هم اگر نظری در رابطه با سرویس شمع خودرو داری حتما برای من کامنت. موفق باشید.